قال رب اجعل لی آیه. زکریا علیه السلام شکر نعمت الله را میکشه. ما واری نیست که وقتی ما نعمت ببینیم باز چک چک شروع کنیم، باز بازی را شروع کنیم. و اینجا که شما یک کم کم در جذبه می ناری تکبیر میگی. ناری تکبیر دیتر مقامات نگوی. خب هر وقت که در سر کوه پایین میشوده فایر میکرده عملی عمومی میکرده اونجا ناری تکبیر بگوی. اینجا ناری تکبیر نگوی. فکرتان باشه این محل ناری تکبیر نیست. دین برای ما حدود وضع کرده. موقع ناری تکبیر در وقتی که در عید میرفته باز معلوم شوه که میشرمی از مردم، یعنی که همینطور خب با جرأت الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد تکبیر گویان بوده. جایی که شریعت براتان فرمان داده اونجا آوازتان بلند کنه، خجالت نکنه، شرم نکنه، این سنت زنده بکنه که مردم یک دفعه احساساتش بالا شود. ما مردم اوجا آوازه که خود بالا نمیتونیم نکنه. در طور جایی که جذبیتان میانه تکبیر نگوی، از الله سوال بکنی که الله حالی دیگه همینطور خدمت از من بگی. حکایت صحابی را میشنویم حالاتش، همینطور تمنا داریم که الله همینطور میدان موقع را برای من میسر بکن که من اینمی قسم چی بکنم، شهامت و شاکاری بکنم. اینطور باید سوال بکنیم. در غیر از او اینجا چی نکنی. این مردمای دیگه است که الله خوش میشن که الله ناری تکبیر. خوشی ما و شما میشه با چکچک و رقص است نعوذ بالله. لیکن خوشحالی زکریا علیه السلام با چی چیز است؟ دستی مطالبه میکنه. سعی کنه طریقه عبادت ای از طرفی کی بیان میشه؟ الله خود نمیتونه. زکریا علیه السلام علی میتونست که می دستی بدوه، حالی که ما یک کمی چیز میشه میدویم یک حیوان دستی گوشش میبریم که نظر شد ایره باز دیگه آینده چی میکنم؟ میکشم. زکریا علیه السلام پابند فرمان الله است. چه قسم شکرگزاری الله را بکنه. از خود دین اختراع نمیکنه، از خود طریقه جور نمیکنه. میگه چی میگه؟ ربی ای پروردگارم اجعل لی آیه، برای من یک نشانه مقرر که یا الله که وقت همسرم حامله میشه او من بسیار اظهار خوشی و اظهار شکری تو را بکنم، یک علامه برای من باشه.